نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علیکم و رحمت الله جمیعا و برکاته. عزیزان و دوستان گرامیم، سلام مرا، احترامات مرا، اخلاص و صمیمیت مرا در قبال خودتان بپذیرید و همدل شویم، هم فکر شویم، هم دست شویم برای بیدار ساختن اذهان خواب برده امت بیچاره مظلومه مرحومه مقبوله تلاش بکنیم. سلسله دروس فقه حنفی، فقه میسر است عزیزان دل، که موضوع اقسام غسل است. جلسه 32 است انشاءالله که من در خدمت هستم و کانال زیبای پیام صدیق هم در خدمت شما است و از خودتان است انشاءالله. خب دوستان عزیزم، چه وقت غسل مستحب است؟ این آخرین بحث اقسام غسل است. چه وقت غسل مستحب است؟ خب چه وقت غسل فرض است؟ دانستیم. چه وقت غسل سنت است؟ اونم دانستیم. الله اکبر، الحمدلله. بگویید دوستان عزیز. بیاییم که آل با هم غسلی که مستحب است یاد بگیریم. کدام غسل؟ غسل کردن عزیزان دل من، مصنف علیه رحمه میگه که در مواردی که آل ما به شماروار خدمتتان عرض میکنم که 18 جا و 18 موارد است، شما گوش کنید. اول، در شب نیمه ماه شعبان که همانا انسان برای عبادت، طاعت، بندگی، شبخیزی، راز، نیاز، نجوای شب، راز و نیاز، گفتگو با پروردگارش کمر بسته می کند، یک نازنین غسل کند. یاد گرفتین دوستانم؟ دو، در شب قدر معظم که در ماه مبارک رمضان، اونم در دهه اخیر ماه مبارک رمضان، در شبای قدرش کمر بسته کرده برای نجوا و خوشنودی اله العالمین و تقدیم تحایف و تحفه های والا و قشنگ عبادی کمر را بسته میکنیم و غسل کنیم. انشاءالله که همگان یاد داشتن، ولی سلسله دروس است، باید لا علاج بگوییم تا ای که شما که میدانین و یاد میگیرین برای آنانی که نمیدانن، یاد ندارن، برسانید. سه، برای نماز کسوف یعنی آفتاب گرفتگی و برای نماز خسوف یعنی ماه محتاب گرفتگی، خب این حالت سر مسلمان ها میایه دیگه. مستحب است که ما فورا غسل کنیم و با راز و نیاز و دعا و تضرع و عاجزی و عبادت بپردازیم تا الله این سلسله امتحانات خود را از مخلوقاتش و از من و تو بردارد. الله اکبر. چهار، برای نماز استسقا. خب این حالاتی است که بازم سر مسلمان ها می آید. کفار خب به این چیزا عقیده و باور ندارد. خوشسالی در وطن پیدا شده، بارش از آسمان نمی آید، کش، زراعت، حیوانات، حشرات، خزنده، گزنده، مور، ملخ، حیوانات وحشی، حیوانات اهلی، پرنده ها، انسان ها، در کل تماما موجودات حی، زنده، حتی زمین مرده، سنگ های بیجان به آب ضرورت دارد. بنابراین اسلام اینجا به نام نماز استسقا که همانا طلب بارش از اله العالمین با دنیای تضرع، عاجزی، فروتنی، ذلت، خاری، به بیابان ها میبراین، به ایدگاه ها میبراین. مسلمانان از خدا آب طلب میکنن. آب سبب حیات، آب شیرین گوارا. الله اکبر. بنابراین برای نماز استسقا که ما میرویم در هر جایی که از طرف حکومت اسلامی و مسلمین تعیین می شود و یا امامان برجسته محل، اونجا باید کسانی که میروند غسل بکنن. البته مستحب است. یاد شد؟ الله اکبر. پنجم، در هنگام ترس، وحشت. خب هر ترس و وحشتی که باشه،
اگر شب یا روز سرت تاری شد فوراً برو غسل کو، به عبادت و دعا و ذکر و اذکار بپرداز. 6. در هنگام تاریکی، خب یا شب نهایت تاریک است یا روز تاریک میشه، هر قسمتی که باشه، شما باید خودت یک غسل نازنین که درجهش استحباب است انجام بتیم و از گناههای خود توبه بکنیم، گناههای خود را به حضور الله بیاندازیم که پروردگارا به خاطر گناه من نافرمان، کثیف، مردار، یاغی، گریزپای، غلام گریزپای، بیوفای، بنده بیوفا، خدای حیوانات را، انسانهای خوب را، دار و درخت و گیاه و سبزجات و حشرات و گزنده و خزنده و مور و ملخ را، پرنده ها را، حیوانات وحشی و اهلی را هلاک نساز. الله اکبر. 7. در هنگام وزیدن باد و طوفان شدید غسل لازم است. 8. در هنگام پوشیدن لباس نو، وقتی که ما لباس نو را از خیاط میاریم میخوایم را بپوشیم، یک غسل نازنین و جانانه بکنیم. خب چرا؟ به خاطره که نعمت خدا به ما رسیده، شکرش بجا کنیم. 9. برای کسی که از گناه توبه کرده است، گناه مشخص کبیره، خودت ما امروز توبه کردیم، پیش از اینکه توبه بکنیم، رجوع به توبه بکنیم، بریم ایوازی وضو میگیریم، ایوازی وضو غسل بکنیم، بعد بیایم وضو غسل همه را تمام بکنیم، بیاد دو رکعت نماز شب روز در هر قسمتی از شب و روز باز بخوانیم، بعد از آن رجوع به سوی الله بکنیم، گناه های خود را پیش خود انداخته ذخیره کنیم، کلش سرش کلیک دلیت را بزنیم، سرش چلیپا بکشیم، شروع به راز و نیاز و دعا و تضرع و عاجزی و گریان و کم زدن و خدا را بزرگ دانستن و ها کنه. طریقه توبه را خب کلتان میدونین دیگه. خب 10. برای کسی که از سفر آمده است، هر سفری که باشه، چون عرق کرده، بو میته بدنش، خاکبار است، سر و رویش برابر نیست، نظافتش برابر نیست، خود جمع جور باید بکنه. چرا؟ علتشی است که در خانه و کاشانه خود میره، یک نوع تردید و شک و دلگیری و دلسردی پیدا نشه. به این خاطر اسلام چقدر مبارک است، ولی در درجه استحباب. چرا؟ اونا میدونستن که من تو در زمانه عجیب و غریب در تاریخ، ملتی که در تاریخ زندگی میکنن تنبل هستن، خیلی تنبل، خیلی ذله و مانده میشن، خیلی به این خاطر مستحب گفته، وگرنه واجب میگفت، فرض میگفت. خب طهارت است دیگه. 11. برای کسی که اراده داخل شدن به مدینه منوره طیبه مبارکه و معطره را دارد، باید غسل کند. چرا؟ پیش رسول اکرم می رود، باید با خوشبویی برود، با بدن پاک برود، با لباس پاک برود. الله اکبر. 13. در هنگام وقوف و مزدلفه، این برای حجاج است، در صباح روز عید قربان یعنی یوم النحر، باید اونجا غسل بکنه. سابقا خو این غسل خانه ها موجود نبود، حالا با تماما پرگرام، با تماما آمادگی، با تماما ضروریاتش در هر جای غسل خانه ها هست، تشناب ها هست. الله اکبر. آب گرم، آب سرد، با دنیای بهداشتی. 14. برای طواف زیارت میگه مصنف لفای رحمه، میخوایی که تو زیارت مکه مکرمه یا زیارت نبی علیه السلام یا دیگر زیارت های اماکنای مقدسه را میکنی، باید غسل بکنی. چرا؟ با طهارت باطنی و ظاهری باید طواف بکنی، زیارت بکنی. الله اکبر. ببینین، یعنی مخلوقات خدا، مقدسات اله العالمین و شاعر الله پیش خدا چقدر ارزش دارد عزیزان دل من، که من و تو را میگه پاک پیششان بری، ستره برین، هم طهارت پاکی باطنی داشته باشین، هم طهارت ظاهری. 15. برای کسی که مرده را غسل داده است، بعد از اینکه غسل دادن مرده را به اتمام رسان، خلاص کرد، تمام شد، بره غسل بکنه تا ای که امون کدورت و کثافت و انرژی های منفی از اون مرده عزیز به این انتقال کرده، ظاهرا و باطنا پاک شود.
سعی که اسلام چقدر یک دین شسته و پاک و سچه و مطهر و منور و مقبول و زیبا و قشنگ است. الله اکبر کبیرا. خب 16 بعد از حجامت، کسانی که خون از بدنشان میکشند به نام حجامت، یک بخش از طب سنتی است. طب سنتی، طب سوزنی میگن برش. وقتی که ما حجامت میکنیم، خون میکشیم، یا به خاطر وقایه یا به خاطر امراض، باز بریم ما باید غسل کنیم. البته تا وقتی که اجازه بده امو حاجم بر ما، حجامت کننده، امو طبیب، که تا این وقت غسل نکن، بعد از آن غسل بکن، باید غسل بکنیم. 17 برای کسی که از دیوانگی خود به هوش آمده است غسل بکنه. چرا؟ میشه که احتیاطاً کدام کثافت و مرداری ظاهری باطنی از وجودش بیرون نشده باشد. همچنین غسل کردن برای کسی که از بیهوشی یا از مستی، از مستی و به اصطلاح ما شما از نشهی خیش به هوش آمده است، مستحب است که غسل کنند. این کلش احتیاطات در دین است. چقدر دین ما محتاط است، چقدر مقبول است، چقدر پسندیده است، چقدر زیبا است، چقدر به درد بخور است، چقدر منافع دارد، چقدر فواید دارد، چقدر غمخوار است، چقدر به ما کمک میکنه این اسلام عزیز، این شریعت اسلامی. الله اکبر. خصوصا فقهای عزیز ما که چقدر زحمت کشیدن، اینا را از کجا پیدا کردن. 18 که آخرین غسل استحبابی است برای کسی که به اسلام مشرف شده است، در حالی که پاک است. خود جنوب که باشه خود سرش فرض است، ولی در حالی که پاک است و مسلمان شده، مستحب است که یک غسل داده شود. اما اگر شخصی که مسلمان گردیده جنوب بود، پس غسل نمودن بر بالای وی فرض است. فرض، چون که ایمان آورد، در فروز داخل شد، آل غسل و فرضی را هم باید بجا کنه. انشاءالله مطلب گرفتین دوستان عزیزم. خب مسائل غسل و اقسام غسل به اتمام رسید. انشاءالله که فردا از قسمت مشروعیت تیمم که همانا اول از آیت کریمه، بعد از آن از احادیث گرانمایه پیامبر مصنف بزرگوار استفاده کردن برای مقدمه این موضوع، بعد امتو میره مسائل فقهی را یکی پی دیگر درباره تیمم شما خوب یاد بگیرید. این درس فکرتان باشه که درس کلیدی است، درس متن است، درس آینده ساز است، درس سچگی و پاکی است، درس تقوا و پرهیزگاری است، درس سعادت و کامیابی و دنیا و آخرت است، درس سرمایه است، درس خوبی ها و ارزش های اسلامی و ایمانی و وجدانی ایمان است. فکرتان باشه که گردن تک تک ما بسته میشه اگر این پیام را، این کانال را و این دروس را به دیگران، به خواهران ما، به مادران ما، به برادران ما، به عزیزان ما در داخل و خارج شما ارسال نکنید. چرا؟ به خاطر از این بسیاریا ناآگاه هستند. اگر آگاه هم هستند، غفلت پوشانده، یاد رفته، فراموش شده. دین را هر قدر تجدید بکنی، تکرار بکنی، تکرار بکنی، تکرار کنی، بار بگویی، قشنگ شده و معطر شده و خوشبو شده میره. عزیزان دل، این فکایی نیست، این قصه های سر بازار نیست، این چرنتیات نیست، این داستان بافی ها نیست، این اساطیر نیست، این قصه ها و داستان های واهی و ساخته و بافته و جور کرده ملت ها و مردم هوس پرست و نفس پرست و خواهشات پرست نیست. عزیزان من، این تماما مسائل قرآن، حدیث و فرمان الهی، تعالیم والای شریعت غرای محمدی، تعالیم والای خداوند پاک و قدوس و پیامبر نازنین و همچنان پیروان ایشان است. شما سلامت باشین. جزاکم الله خیر.